سرکان شک دارم. به نظرت ممکنه همچین عوضی بازی در آورده باشه؟ کار سرکان نیست، من بهش اعتماد دارم. یعنی کی ممکنه دیده باشه؟ اگه به پلیس بگه منو میندازن زندان. اگه بگم اتفاق بودم کسی باور نمیکنه. خیلی خوب باشه ایلول، گریه نکن. ببین چیزی نمیشه، پیداش میکنیم، باهاش صحبت میکنیم، هر خواسته ای داره برآورده میکنیم. چی کار داری میکنی؟ به حرفای من گوش میدی؟ چی داری میگی؟ اومدم بگم شارژمو تموم نکنی. شارژم داری میره دیگه، قطعش کن. ایلول نگران نباش، من تو مدرسه مشکل رو حل میکنم فعلا. بگیر. خیلی میترسه مامانش در مورد شورش چیزی بفهمه. لازم نیست به ترسه، موضوع حل شد، ما هم جریمه شدی. آره خب راست میگی. فعلا خدافظ. چی شده عزیزم؟ تو پانسیون اتفاق بدی افتاده؟ نه، امروز امتحان داشتیم، من فراموش کردم. عزیز دلم، با معلمت صحبت میکنی یه امتحان دیگه ازت بگیره. اگه لازم باشه من میرم صحبت میکنم. قصه نخور. برو عزیزم برو. آبجی جون، خیلی دلم برای تنگ شده بود. خواهر جونم عزیزم. آخ مگه میشه خواهرها رو از هم جدا کرد؟ خاله فاطیما عزیزم قربونت برم. وای بمیرم الهی، از وقتی رفته پانسیون پوست و استخون شده. داداشم هنوز دنیا نیومده نه؟ عمو کمال کجاست؟ حتما تو راهه، خدا میدونه چقدر هیجان زده است. ما به آقا کمال زنگ زدیم ولی جواب نمیده، موبایلش خاموشه. خب دخترم به ایستگاه زنگ میزدی، ولی صبر کن من الان شماره‌شو پیدا میکنم زنگ میزنم. گناه داره، نباید تولد اولین بچه‌شو از دست بده. بشرا جون، بله دوست داری وقتی منتظری شیر و کیک مهمون من باشی؟ باشه. بیا بگیرش. همین نزدیکی ها، سمت چپ. باشه ممنون. برو عزیزم. آها فرهاد جان پسرم، شماره ایستگاه تاکسی محله رو داری؟ ایلول جون، من دیگه برم پانسیون؟ آره فریده خانم. اگه بخوای میتونم به نریمان خانم زنگ بزنم. اصلا من خوبم، جدا میگم خوبم. باشه، پس اگر چیزی خواستی به هم زنگ بزن، هر چیزی که خواستی. یادت نره ها، با عشق کسایی که دوست دارن هر مشکلی حل میشه. مشکلاتی که خیلی بزرگم هستن به راحتی حل میشه. من همیشه طرف تو هستم. خب همیشه کنارتم. فریده خانم چی شده؟ من خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم.
تو چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ یعنی نباید بهت اعتماد میکردیم؟ هیچی نشده ما رو فروختی. چی داری میگی؟ کیو فروختم؟ اون نوشته کارتو نبود؟ کدوم نوشته؟ جلوی خوابگاه نوشته بودن من میدونم دیشب چی کار کردی. من هیچی ننوشتم. پیش کسی حرفی نزدی؟ نه من به کسی چیزی نگفتم. مگه ما با هم نبودیم؟ مگه با هم قسم نخوردیم؟ چرا منو مقصر میدونی؟ ایلول چی؟ اونم به من مشکوکه؟ نه اون بهت اعتماد داره. خب پس کجاست؟ چرا مدرسه نیومد؟ مادرش داشت زایمان میکرد رفت بیمارستان. خب معلومه به خاطر اینکه ناپدرش نمیتونه بره بیمارستان نخواست مادرش رو تنها بذاره. بجنب این بچه ها سر کلاسا. عجب، پس بابا داره میاد استانبول. میخواد با وداد صحبت کنه. از بازی میندازمت بیرون. باره بابا. چیه فکر میکنی نمیکنه؟ سرکان چه خبره؟ داری در میری؟ نه. خب جریان تصادف واسک چیه؟ برای اینکه مامانمو بپیچونم از خودم در آوردم. خب خونه رو آسینه چی؟ اون از کجا اومد؟ تو راه دیدم یه سگ و ماشین زده، منم رفتم بذارمش کنار. تو رو خدا بی خیال، ما رو گرفتی؟ این حرفا به درد خاله نازا میخوره نه ما. چی شده؟ با کسی دعوا کردی؟ نه بابا گفتم که چیزی نیست. یعنی نمیخوای بگی؟ خیلی خب پسر، منم میرم به خاله نازا میگم که دیشب با هم نبودیم. نظرت چیه؟ داری منو تهدید میکنی؟ خب چی کار کنم؟ آدمو مجبور میکنی. خیلی خوب، برو همه چیو به مادرم بگو. منم به همه مدرسه میگم که تو پارک چی کار کردی. میگم به اون دختر تهمت زدی و باعث شدی اون دختر به خاطر ما اذیت بشن ها؟ اینطوری خیالم هم راحت میشه. برو دیگه، برو همه چیو به مامانم بگو. نمیتونی بگی نه؟ منم حدس میزدم. تو واقعا عاشق اون دختره شدی نه؟ ها، تو یه غلطایی کردی. شاید به خاطر اون دختره وارد دعوای چیزی شدی. پسر بهت گفتم چیزی نشده، چرا حرف میزنی؟ میگم چیزی نشده. سرگاه چیکار نمی‌فهمی؟ حالا میبینی بالاخره میفهمم چه غلطی کردی. خیلی خوب داداش، برو اون ور ببینم. چه خبر جمره جون؟ از من چی میخواین؟ میخوام دوستت باشم، با هم بگردیم و خوش بگذرونیم، بریم خرید کنیم، حسابم بندازیم گردن تو. بزرگش نکن، ما قبلا هم از این شوخی ها میکردیم. هرچند تو قبلا کارت اعتباری داشتی. ناراحت نشو، دیگه نمیذاریم تو حساب کنی، قول میدم. اصلا برام مهم نیست که گولم زدی. حتی به نظرم خوبم شد. تنها چیزی که از گذشته برام مونده بود و گذاشتم اونجا. آخرین یادگاری مادرمو. به خاطر یه صورت حساب 394 لیره‌ای گردنبندی که 15 سال داشتم و دادم. ممنون از اینکه